داشتم توی یوتیوب یه چرخکی میزدم، یه چرخ ریزی میزدم بچه‌ها. به یه ویدیوی باحال برخوردم، به یه ویدیویی که احساس میکنم توی شناخت کیپاپ خیلی کمکم میکنه، مطمئنم کمکم میکنه. این ویدیو بچه، این ویدیو 2,000,007 بار بازدید خورده. 2,000,007 بار. حالا چه ویدیوییه؟ بریم این رو ببینیم، برگردیم به توضیح بهتون میدم. سلام، حالتون چطوره بچه؟ خیلی 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 خوش اومدید به ویدیو دیگه. من علیرضا هستم، اینجا هم چنل رزوفسکی، یه جاییه که خیلی وقت توش میگذرونم، خیلی 24 ساعت توش وقت میگذرونم در واقع. بچه چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامت؟ همونجوری که اول ویدیو گفتم، اول اینترو گفتم، اول اینکه امیدوارم که حالتون خوب باشه، مثل همیشه که بهتون میگم. همونجوری که داشتم اول ویدیو میگفتم، یه ویدیویی به چشم خورد، داشتم تو یوتیوب میچرخیدم از یه چنل باحال که دیتا ها رو در واقع میداد و یه دیتایی داده بود، نوشته بود که در واقع بیشترین البته چنل انگلیسی هم دارم ترجمهش میکنم فارسی، بیشترین بازدید از بندهای کیپاپ توی یوتیوب از 2010 تا 2000 و چند حساب کرده، از 2010 تا 2022. خب اوکی، من این ویدیو رو دیدم، یه تیکاییشو دیدم، تقریبا میشه گفتش که 2015 شون زدم جلو نگاه کردم و دیدم که مثلا BTS و EXO اینا که از چه تایمای وارد کیپاپ میشن و یهو میترکونن. دیدید چجوری دادم بالا، اینجوری دادم بالا وارد کیپاپ میشن، قشنگ اومده کیه. گفتم خب این خیلی خفن میشه، من خیلی نمیشناسم کیپاپ رو و خیلی از بندها رو اسمشو نشنیدم و این باعث میشه که من بدونم که چه بندهایی بودن، از کجا اومدن، به کجا داریم میریم در واقع. حالا قبل از اینکه بخوام بریم ویدیو رو با هم دیگه رو دور تند روی اسپید 2x نگاه بکنیم و شما هم ببینید با هم دیگه، شاید ندیده باشید، یادتون نره که حتما چنل ما سابسکرایب کنید، ویدیو رو حتما لایک کنید. اگه فکر میکنید که این ویدیو باحاله، خوشتون میاد، برای دوستاتون بفرستید. اونایی که نمیدونن توی مثلا 2010 کیپاپ چه اتفاقاتی افتاده، چه بندی بوده اول بوده، چه بندی بیشترین بازدید داشته، و اینستاگرام هم میاد این پایین دیگه، فالو کنید، حتما داشته باشیم هم دیگه رو، و حتما نظراتتون رو برام کامنت بکنید و بگید که اینجور ویدیو رو دیده بودید یا ندیده بودید، اصلا انتظار داشتید، خبر داشتید. مثلا الان من دارم نگاه میکنم گروه گرلز جنریشن که یه ریاکشن هم داریم ازش به زودی یا چند روز دیگه که بچه معرفی کرده بود، اولین گروه توی این 2010 یعنی ژانویه 2010 که شروع میشه. حالا بریم روی تصویر، الان دیگه چیزی نکنم، بیام روی تصویر بهتون بگم. الان همونجوری که توی تصویر دارید میبینید، گرلز جنریشن اوله، بعد سوپر جونیور و بعد بیگ بنگ و TVXQ که با یه 20% جفتشون هستن، بعد دیگه میرن باقی گروه. من یه پلی بزنم بچه‌ها، سرعت روی 2 در واقع، این سرعت ویدیو خیلی داره زود میره، با هم دیگه داریم نگاه میکنیم و در موردش نظر میدیم. اپریل 2010 همینجوری که میبینید این پایین، اینجا تاریخ داره میره جلوتر. من تصویر اینجا براتون بزرگتر گذاشتم که شما ببینید قشنگ که چه تغییراتی رخ میده و چه گروه شاینی میاد بالاتر. الان کارا رو میبینیم که میاد بالاتر، من اصلا ندیدم کارا، همون چیزی که دارم میبینم توی اون تصویر کوچولوش. 5 تا دختر، دوباره سوپر جونیور بوده، بیگ بنگ بوده، دوباره اول میشه گرل جنریشن. کل این تایما همش داره بالاتر بازش و مطمئنا یه فندوم خیلی قویه هم چیزی که الان داره سوپر جونیور هم تو گرل جنریشن دیدیم ویدیو، من دیدم و نه سوپر جونیور که باید حتما به نظر من این دوتا باشن. گروه تیارا، بیگ بنگ دوباره اومد، بیگ بنگ اومد تلفن، ولی باز نتونست جای گرل جنریشن رو بگیره. خیلی باحاله به نظر من اینجوری ویدیو، قشنگ آدم متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده. 21 میشه در واقع اسم گروهی که اومد بالا، دوباره رفت پایین، دوباره بیگ بنگ و یه جاهایی اون پایین‌ها اگه دقت بکنیم، حالا میریم جلوتر، شروع میکنه BTS و EXO اومد یا میرسیم بهش. فعلا داریم میبینیم که گرلز جنریشن داره میترکونه، تو فورمیلت اومد تو کار، تو اومد، دوباره رفت بالا EXO. بچه همونجور که دیدید از اوایل 2013 EXO اومد، ادورتایزمنت داریم، ولش کن. خب یه دقیقه اینو من ببندمش که این پایینم ببینیم. EXO اومد و EXO کلا توی 2013 ترکون. پس کی بوده که تو 2013 ترکونده بچه؟ این چیزی نیستش که من بخوام بگم یا آدم عادی بخواد بگه، این یه چنل معتبره توی یوتیوب که 2,000,000 بارم ویدیوش بازدید خورده و نظر شخصی یا چیزی نیست، طبق دیتا هایی که آنالیتیک کرده توی یوتیوب داره این دیتا رو نشون میده.
فعلا همچنان داریم میبینیم که اکسو هست، گرل جنریشن هست، شاینی هستن فعلا هنوز BTS نیست. یه جای کار به بعد میبینید که اکسو همچنان اول، یه جای کار به بعد BTS و بقیه بندها هم اضافه میشن. اینجا رقابت بین گرل جنریشن و اکسو هم داریم میبینیم. قشنگ اینجا مشخصه اکسو کلا یه فاصله میگیره توی می 2014. سوپر جونیور دوباره میاد بالا، رد ولوته که مثلا میاد، لیدیز کد میاد توی کار، گروه بیکس میاد توی کار تا میرسیم مثلا به 2015. فعلا که همینجوری الان ببینید از دسامبر 2014 اوایل 2015 BTS ترکون مثلا. الان BTS رو داریم میبینیم که 4% ویو های یوتیوب گرفته، از یه جایی به بعد BTS میزنه. الان اونجا رو ببینیم، الان فورموله ترکون مثلا چنان اکسو داره یک بازی میکنه توی تایمی، توی دوره‌ای که معمولا همیشه آرت همینجوریه. اینجا گرل جنریشن رو میبینیم میزنه بالا، دوباره میره BTS خیلی ریز داره میاد بالا. گاد 7 رو میبینیم، گاد 7 دوباره اکسو BTS خیلی ریز و آروم اگه ببینید داره میاد بالا. BTS داره میاد بالا قشنگ توی 2015 2016 BTS میاد اکسو. یه جای 17 میاد، توایس اومدن توی کار، اینا همه‌شون اومدن توی کار تا ببینیم قضیه رو. بلکپینک. خب اینجا دیدیم که یهو بلکپینک BTS رو میبینیم که 4می الان، توایسی و خیلی ترکونده، بلکپینک همچنین، 17 توی گروه هست، مانستا ایکس رو داریم اون پایین، وان من نشیدم تا حالا، از این کارو ندیدم، جالب شد برام که وان اومد تو کار. توایس اوله. حالا BTS خیلی ریز و آروم، خیلی ملو. BTS قشنگ از اون بنده که خیلی ملو کارشو میکنه ولی تمیزه. توایس رو میبینیم حالا BTS ترکوند دیگه، BTS ترکوند و بلکپینک و توایس و دوباره BTS و اینا همینجوری واسه هم دیگه چیز میکنن. اکسو اومد 4، ملو شد. بلکپینک اوله. توایس هم خوب رقابتیه، توایس هم جزو بنده‌ایه که خیلی زیاد بوده سر سطر در واقع اینا. اکسو توایس همچنین رقابت دارن. TXT اومد، بلکپینک ترکونده ویدیو 100% بازی یوتیوب گرفته. دلیلش هم میدونیم چرا. ایتزی اومده، ایسوان، استری کیدز رو داریم، به استری کیدز داریم، بلکپینک همچنین اول اکسو، BTS، اکسو، بلکپینک رو داره. بالا BTS حالا میره نمیزنه، BTS نمیزنه. تو آیس اکس و TXT آسپا. اینجا دیگه گروه هایی که تقریبا شد من بهشون گوش کردم، شنیدم انهای مارچ 2022 اینجا کار تموم کرده، در حالی که بلکپینک 29%، واچ تایم ها BTS 27%، توایس 21%، استری کیدز 17% و تریجر و رد ولوت و جی آیدل و هایپن و ایتزی و NCT و 17 و TXT. اکسو یه مقداری اومده پایین اکسو و یه مقداری فاصله گرفته با صدری که در واقع اکسو یه تایمی کلا بالا بوده موقعی که استری کیدز نبوده، مثلا جی آیدل نبوده، هایپن خیلی تو دید نبوده یا اصلا کلا شاید نبوده، اکسو بوده. و میشه گفتش که معمولا به اینجور چیزا میگن گروه هایی که راهو هموار میکنن و نشون میدن به گروه هایی که تازه دارن میان.
خیلی دیتای خفنی بود به نظر من، خیلی قشنگ بود همه چیزی و من خیلی حال کردم. امیدوارم که از این ویدیو بیشتر من پیدا کنم. اگه ویدیو جدیدتر اینجوری میشناسید بگید که حتما ببینیم، دیتای باحالی و باعث میشه که من بنده باحالی بشناسم. بیام رو تصویر خودم. نظرتون چی بود؟ حال کردید؟ امیدوارم که ندیده بوده باشید تا حالا این ویدیو رو و برای بار اولتون باشه که میبینید و این دیتا باحال رو میگیرید. واسه من که خیلی جذاب بود، خیلی تعقیب و گریز این بندها برام باحال بود که بدونم که توی چه دوره کدومشون خیلی بولدتر بودن. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید ویدیو رو. حتما اگه دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو برام بنویسید، بگید که نظرتون در مورد این ویدیو چی بود. آیا شما تو چه دوره این چیز در واقع فن کدوم یکی بودید، یا الان فن کدوم هستید، جزو کدوم فندومی، جزو کدوم باید حسابتون بکنید، کدوم رو دوست دارید و بند مورد علاقتون چیه؟ یادتون نره حتما کامنت بذارید، برام اینستاگرام حتما فالو بکنید. این پایین میاد اینجا دستان رو بکنید، بیاد اینجا میاد رو دستم. یادتون نره. خیلی میخوام بهتون خلاص بچه‌ها، امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. توی ویدیو بعدی هم خیلی زود میبینمتون. خیلی میخوامتون. فعلا بچه‌ها.